هلو گایز، خوش اومدید یه ویدیوی آموزشی با من. قبلی که بریم برای آموزش، لاک کنید، سابسکرایب هم کنید، زنگولم روی حالت پررنگ بذارید تا ویدیوی جدید میذارم نوتش براتون بیاد. بریم برای آموزش. آموزش امروز در مورد فارم زامبیه. فارم زامبی شاید زیاد شنیده باشید. فارم زامبی هر حیوانی که میتونید راحت سریع بذارید، فقط نه زامبی باشه یا چیزای دیگه. پس بریم برای ساختش. بریم یه جای خوب پیدا کنیم برای ساختش. فقط این باید داخل جای تاریک باشه. مشعل و این چیزا بذارید زود هیچ اتفاق اصلا نمیفته. مثلا یه کوچیکشو درست میکنم. درست کنم. میتونید بزرگتر هم درست کنید، حتی هر چقدر که میتونید درست کنید. خیلی به درد میخوره. باید جای تاریک باشه. تاریک نباشه اصلا عمل نمیکنه. مثلا ما الان باید نکن این ستایی که این زیره این قفسه باید داشته باشید. باید تخم داخلش میذارید و اتفاق میفته. ببینید که اورد چون این زامبی نیست، چون این نور و این چیزا میشود. اما توی زامبی های دیگه باید 100% جای تاریک بذارید. اگه نذارید اصلا به وجود نمیاد، اصلا. تو این زامبی نیست. دقیقا نمیدونم چیه. هر کی میدونه اسم این حیوان چیه کامنت کنه. پس خدا نگهدار.